لبای مهمان آمده یک خوب رویه کی اکای سایگر ها سایجونه ها براییم جدا بیا کو السلام علیکم. و علیکم السلام و علیکم السلام چخیلی سایجون سوزن تینجه. سلامتی سوزا رحمت بیا بشین اینجا بیا بگذار بیا بشین سوز دیگه تینجی رحمت کجا شمونه؟ کجا گشتی شامل گذره شامل کجا پرون نه کجا اومدی اکا یک مسئله کتی اومده. یا چوی نه اکا جان چوی لازم نیست یا چوی قبول نه من گفتم اکا یا دیدار مبارک شما رو بینم یعنی من بینم شما آدمای یک به قدر همین محله ایناخی چی مثلا بازی من همین رئیس جماعت پیشنهاد کردن که بازی هم محله خمونده ها رئیس جماعت رئیس جماعت اکا همین یا سه نفر اکا سه میشه همین دادر تا پیشنهاد کی رئیس جماعت کنن اکا جو کو تمام دیگه حساب کو که مخری میگردی یانگام بودکو یک مسئله که من یکی دیگه مونده بگم که اکا شما در همین بین مردوی همین محله مون اکا یک آدمی با آبروی ایناخی شما احترام میکنن شما اینسونه که گپتون میگذره نه من میگم اکا شما گفتن که مردم ما در آواز بسیار تیان اکا همین ما بزرگ دیگه همین شما میکنم ما اکا همین تصور کنه که جماعت در شما دیگه اولی هم محله را کو همه شما بیدار میکنم در زبان و جان مکه ما انمی مسئله دا اومدم مردن ما معلمه را آواز دادنی بده معلمه کار بکنه خب بخدم بدونم خب یعنی ما خدم بدونم کجون ما همه اگر رئیس جماعت شدم کو تصور کنید که همون جماعت ای شما اکا همین در من برای خود شده یانگام هم چی خیلی میفوره همین خود اومدی کو اکا در خیلی به دست نه با پوتم شوی من راضی ام اکا ای مو دست خط میکشم میدونم اکا جان تمام ای حالی ما هم محله را کو همه شاید همه بیدار میکنم تو گذشتگی تمام رئیس جماعت تمام باید که همین رئیس شدن گفته دیگه فکر خیلی نشه نه از خدام خیلی دارم همین فکر شد شد بیاد هم بالا سرم یک تازه فکر ما پایان میکنم من نخواد تو اکای برای ما اکا همین ها میگه که خواهر یا خیلی دام یک هم دیدم میگه بعد یک دیوونه شده میگه خیلی نشه نه یک کجا ایله خواهر ما را فهمش دیوونه دیگه خدا پناه دارم اکا بگذاری دیگه همین موقتی مخیو تمام کجا چی بله گفتم که اکا نه غیر اون زمین و وای کو اکا همین که ما گذاشتم سحر میبروی اکا تا که چی نروی که بلوی ده اینجا بلوی ده فهمیدم همونجا میسی کسون روبسم میپوشی اکا میریم اتاق کاری میزوی مکا تو جای ما نمیشینیم ما اینجا نمیشینیم اکا بگذاری تمام تمام کجا نخیر ما خدمت علیکم السلام سوزی تینجی یه خیریت چلی میشه که شما نه ای بچه همین قد این گپ و کلوچه در هوا رفتیم این قدر خدمت کردیم تمام محله را ای خوب بدور کردیم رفتن آواز دادن گذشتی این قدو دستگاه این قچی هم بچه گفتید هم بلندی دست پیش چنور دتای چنور به میام هم جمع میگیریم هر دوم کردم میریم کسما پوشیدگی فسان کدگی هر دم تای چنور میستم میای به هم ماشین میگذره خیلی اکا جان های کده رفته من رای وظیفه گرفتم چی کده؟ سور کده خوب کده خوب کده چه نیدی نیمه کده آدم یک جده های یک همون رئیس شده چی؟ زندگی کردیم شما نه اوخی خود چی باید کده بودی؟ چی گفتم اکا؟ اوخی کم تر آدم با انصاف میشه و سرش خواب میکنه کسی نگاه میکنه ما چیکار کردم اوکی همون تای چنور دم من قریب 10 روز اینم خیلی ایستادم تر نگاه کردم که هی مردک میام مرا میگیرم دست میبردم با تی خیلی رفته خیلی چنور زده این وظیفه در دوام نمیکنه برای خودت من میرم فکر کرده بودم اکا جان ها هم بزرگا بسیار درست گفتینده چی گفتی وظیفه هم هر کی فر بگیره گوسفند میبردوره ای راسته اوکی گپ راسته او دوره که وظیفه ده بودم که اکا خب
اکو خودت که بای خط یوسف اسم همون چینا را نمیدیدم. طبیعت روز گرم و سر دارد، چمن گلهای سرخ و زرد دارد. کجا دانند به دلها دل ما که هر یک خنده ما درد دارد. این بود برنامه نوبتی شکرخند. مخلصان عزیز و عزتمند، باوری داریم که این برنامه ما به شما خیلی پسند آمده است. خیر تا برنامه های دیگر شاد و پیروز باشه.